ما خواهش داریم از زبان شما شنویم جواب سوال را ساده کرده به ما فهمونید. مردکی که پاشش را میتراشد گناهکار میشود یا نه؟ این ابله از کسی پاش را میتراشد؟ نخواه مرد پاش را تراشد. مرد است. پاش تراشی، پاش چیندن، چگونه ای که ما از حدیث پیغمبر خدا به شما رسانیده بودم که 4 طایفه را پیغمبر خدا لعنت کرده بود که یک تای همون کی هست؟ زنهایی که قاشهای خدا باریک میکنند و کسانی که با این قاش باریک کردن با متخصصند. از حساب همین قاش چیندن اونها پول میگیرن، مال میگیرن. دیگرش زنهایی بودن که دندانهای خدا باریک میکردن. دیگرش زنهایی بودن که چهره های خودشان در خال میگذاشتند. دیگرش زنهایی بودن که مویهای علمه میکردند. پیغمبر خدا گفت که اینها در حسن خدا دادگی تغییر در آوردند، تغییرات در آوردند. این قسم شیطان بود که قسم به عظمتی تو ای خداوند، من در چهره این فرزند آدم تغییرات می‌درآورم. همین گمان شیطان حق برآمد. امروز زنها را تماشا کنید، قاشها باریک کردگی هستند، مویهای علمه دارند، خالها میگذارند، دندانهای باریک دارند. اینها را پیغمبر خدا لعنت کرد. اگر مبادای مردهایی که امروز اگر این استفاده کنند، اینها هم در لعنت خداوند داخل می شوند. بسیار ابلهی هست، بسیار شرمندگی هست. شما باور کنین، همون من بسیار اخبارات ها را نگاه میکنم، به اخبارات بسیار توجه زیاد دارم. وقتی مردمی اسپانیا را تماشا کنید یا مردمی ایتالیا را، در یک گوش مرد 3 گوشوار دارند، 3 گوشوار. یا در لبهاشون نگینه ها سخت کردگی هستند، در بینی هم نگینه سخت کردگی هستند. و دیگر تغییرات های همین مردها در آوردن. لیکن اونها از طایفه هستند که اونها را مردهای دیگر استفاده میکنند. اونها را مردهای دیگر استفاده میکنند. از این خاطر کدام جوانی که اگر گوشوار می اندازد یا چله طلا می اندازد یا گردنبند طلا می اندازد یا اینکه دیگر علامت هایی را که همان مردهای غربی